واحد 400 ترورهای برون مرزی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی جلد سوم به قلم حوریه قرداغی گویش نسیم نشر آوای بوف. در جهانی که حقیقت قربانی بازی‌های پیچیده قدرت می شود، صدایی که قصد افشای چهره واقعی یک ساختار تمامیت‌خواه و تروریست پرور را داشته باشد، خود نیز به هدف ترور بدل می‌گردد. کتابی که در پیش رو دارید، سومین جلد از مجموعه‌ای است که به شیواترین، مستندترین و در عین حال دردناکترین شکل پرده از یکی از تاریک‌ترین بخش‌های تاریخ معاصر ایران برمی‌دارد. واحد 400 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و عملیات ترورهای برون مرزی آن. کتاب حاضر نه تنها سندی منحصر به فرد درباره تروریسم فرامرزی جمهوری اسلامی است، بلکه آینه‌ای است تمام نما از ماهیت نظامی که در دهه‌های اخیر از لبنان تا آرژانتین، از پاکستان تا آلمان، از عراق تا هلند رد خون در پی خود بر جای گذاشته است. این اثر با پژوهشی عمیق، زباننگاری دقیق و روایتی مستند می‌کوشد نشان دهد که جمهوری اسلامی نه صرفاً یک رژیم سیاسی که یک ماشین ترور بین‌المللی سازمان یافته است، ماشینی که پیشرانه آن نهاد اطلاعات سپاه و بازوی اجرایی آن واحد 400 است. واحد 400 نامی ناشناخته برای بسیاری از مردم ایران و جهان است. اما برای خبرنگاران امنیتی، مقامات اطلاعاتی، سازمان‌های ضد تروریسم و خانواده‌های قربانیان ترور، این نام یادآور سایه‌ای خونین، مرگی ناگهانی و زخم‌هایی است که هنوز التیام نیافتند. در ساختار تو در تو و گاه آشکارا متناقض جمهوری اسلامی، جایی که سیاست خارجی با فقه شیعی در می‌آمیزد و فرمان مرگ با اصطلاحاتی چون مصلحت نظام یا دفاع از اسلام توجیه می‌شود، واحد 400 تجسم تمام عیار پروژه صدور مرگ به آن سوی مرزهاست. جلد سوم این مجموعه گامی جسورانه‌تر و عمیق‌تر از پیشینیان خود برداشته و به ویژه به مورد خاص قتل فریدون فرخزاد پرداخته است. هنرمند و شومن برجسته‌ای که به جرم دگراندیشی، همجنسگرایی و مخالفت صریح با جمهوری اسلامی در غربت به شکلی فجیع سلاخی شد. بررسی این ترور از چندین منظر قابل تأمل است. نخست از منظر روانی که چگونه یک نظام از مخالفت فکری و فرهنگی تا این حد دچار هراس می شود. دوم از منظر سیاسی که چه دستگاهی به چنین جنایتی فرمان می دهد و آن را تا خارج از مرزهای جغرافیایی‌اش پیگیری می کند. و سوم از منظر اجتماعی که چه تبعاتی برای جامعه در تبعید، برای فعالان حقوق بشر و برای نهادهای مدنی به دنبال دارد. اما آنچه این اثر را متمایز می کند نه تنها پرداختن به این رویدادها، بلکه بازخوانی زوایای پنهان شده و سانسور شده آنهاست. نویسنده با زبانی صریح و بدون هیچ گونه تعارف و ملاحظه نامها را فاش می کند. سلسله مراتب صدور فرمانها را روشن می سازد و با تکیه بر اسناد و اعترافات موجود مخاطب را با واقعیتی عریان و بی‌پرده روبرو می سازد. تروریسم نظاممند و برنامه‌ریزی شده‌ای که در قلب اروپا با برنامه‌ریزی دقیق، با پشتیبانی دیپلماتیک سفارتخانه‌ها و با تأمین لوجستیکی شبکه‌های قاچاق جمهوری اسلامی انجام می‌پذیرد. کتاب ترورهای برون مرزی سپاه جلد سوم در عین حال که اثری مستند است، از ظرافت‌های روایتی نیز غافل نمانده. با آنکه مبتنی بر هزاران صفحه سند، گزارش‌های امنیتی، گفتگوهای شاهدان عینی و تحلیل‌های کارشناسان است، اما هرگز خواننده را در میان انبوهی از اطلاعات غرق نمی‌سازد. نویسنده با تسلطی شگفت‌انگیز به زبان نثر تحقیقی و در عین حال ادبی مسلط است. توانسته است با رعایت اصل بی‌طرفی پژوهشی زبان افشاگری را در خدمت حقیقت و نه نفرت به کار گیرد.
در چنین اثری ذکر نامهایی چون علی فلاحیان، سعید امامی، مرتضی غلامی و رضا صابری تنها گزارش صرف نیست. هر نام در این اثر بدل به نقطه ورود به لایه‌ای از دستگاه خشونت جمهوری اسلامی است. لایه‌ای که همزمان با چهره‌های امنیتی، با چهره‌های بظاهر مدنی چون سفرا، رایزن‌های فرهنگی و دیپلمات‌های رسمی نیز گره خورده است. همین شبکه پیچیده یکی از وجوه مهم پژوهش در این کتاب است. پیجویی رد پای قتل‌ها از اتاق‌های نیمه تاریک تهران تا خیابان‌های مونیخ، بن، پاریس و ژنو. این کتاب در زمانی منتشر می‌شود که جهان در حال بازنگری جدی در مواجهه با جمهوری اسلامی است. افشای نقش این نظام در حمایت از گروه‌های شبه نظامی، ترور مخالفان سیاسی و بهره‌گیری از ساختارهای دیپلماتیک برای اهداف تروریستی دیگر یک فرضیه نیست، بلکه به تدریج به یکی از خطوط اصلی پرونده‌های امنیتی در اروپا، آمریکای شمالی و حتی آسیا تبدیل شده است. در این شرایط، آثاری مانند کتاب حاضر نه تنها روایت تاریخی هستند، بلکه اسناد راهبردی برای پرونده‌های حقوقی، تحقیقاتی و دیپلماتیک به شمار می‌روند. نباید از نظر دور داشت که زبان صریح این اثر برای برخی خوشایند نخواهد بود. جمهوری اسلامی طی سالیان به گونه‌ای موفق به اعمال سانسور بر خاطره جمعی جامعه ایرانی شده است که یادآوری حقیقت گاه شبیه جسارتی نابخشودنی تلقی می شود. اما هدف این کتاب نه جریحه دار کردن احساسات، نه تحریک مخاطب و نه کینه‌ورزی سیاسی، بلکه روشنگری است. حقیقت اگرچه تلخ و خونین باشد، تنها مسیر عبور از جهل و ظلمت است. برای کسانی که با سیاست داخلی و خارجی جمهوری اسلامی آشنایی دارند، خواندن این کتاب به منزله یک کشف لایه‌هایی است که حتی بسیاری از روزنامه‌نگاران و تحلیلگران نیز از آن بیخبرند. و برای مخاطبان عام، کتاب نه تنها تجربه‌ای تکان دهنده، بلکه آموزشی عمیق در باب کارکرد ترور دولتی است. ما به عنوان ناشر معتقدیم که بازنشر چنین دانشی نه تنها وظیفه‌ای فرهنگی، بلکه تعهدی اخلاقی در برابر قربانیان فراموش شده و خانواده‌های آنان است. بی تردید ترور تنها حذف فیزیکی نیست. خاموشسازی صداها، حذف حافظه تاریخی، جعل حقیقت و ترور شخصیت نیز از مصادیق آنند. اما انتشار چنین کتاب‌هایی پاسخی است به ترور، اینکه هیچ صدایی را نمی‌توان خاموش کرد، هیچ حقیقتی را نمی‌توان دفن کرد و هیچ حافظه‌ای را نمی‌توان برای همیشه به فراموشی سپرد. در پایان باید از دکتر حوریه قعرداغی برای جسارت، دقت و صداقت قلمش قدردانی کرد. او نه فقط نویسنده است که مستند می‌نویسد، بلکه شاهدی است که به جای سکوت گفتن را برگزیده است. شاید این اثر نتواند زخم باز خانواده‌های قربانیان را درمان کند، اما می‌تواند گامی باشد به سوی آگاهی، عدالت و روشنگری. باشد که نسل امروز و فردا در پرتو چنین تلاش‌هایی از دام تکرار تاریخ رهایی یابد. قاسم قعرداغی، انتشارات آوای بوف. avayaboof.com